سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم کمی ببینیم کشور دبی چطور دبی شد و چگونه به این قدرت و یکی از قدرتمندترین از نظر توریستی تبدیل شده. پس جای نرید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال خودتون رو هم سابسکرایب کنید. برای توضیح پیشرفت‌های توریستی، اقتصادی و فرهنگی شهر دبی از ابتدا تا کنون لازمه که با این شهر کمی آشنا بشیم. دبی بزرگترین شهر اماراته که در جنوب ایران و در نواحی ساحلی شمالی امارات و درست در حاشیه خلیج فارس واقع شده. این شهر آب و هوای بسیار گرمی داره تا جایی که در دمای 41 درجه سانتیگراد میرسه. همین امر موجب شده تا برای ساخت برخی پروژه ها با چالش های روبرو شود. با این حال مسئولان اماراتی دست از هدف خود نکشیدند و با کمک به متخصصان مطرح از سراسر جهان برای هر پروژه راهکاری پیش گرفت. پیشرفت دبی در سالهای اخیر به قدری زیاد بوده که اکنون گردشگران فراوانی از سراسر جهان برای یک سفر لاکچری این شهر را انتخاب می کنند. جاذبه های دیدنی و تفریحاتی متنوع برای سنین مختلف با هر علاقمندی و سلیقه‌ای دبی را 100% در لیست مقصد محبوب و سفرهای خارجی ایرانیان نیز قرار داده است. در سال 1962 نفت خام پیدا شد. این کشف در پی قرارداد امارات با کشور غربی اکتشاف نفت صورت گرفت. درست بعد از کشف نفت بود که رشد بیوقفه این شهر آغاز شد. امروزه ساختمان‌های مدرن دبی با معماری‌ها و امکانات خاص به وجود اومدند. از آسمان‌خراش‌ها، رستوران‌ها، مراکز خرید، هتل‌ها، مکان‌های دیدنی و تفریحات متنوع این شهر افزوده میشن. شهر دبی در انتهای دهه 80 سیاست جدیدی رو به کار گرفت که در پی آن به توسعه فعال و مشروط دست پیدا کرد. از جمله اقداماتی برای پیشرفت این شهر انجام شد و در ابتدا افزایش جمعیت و سپس اجرای پروژه‌های مختلف در زمینه‌های توریستی و اقتصادی بود. در سال 1985 جمعیت دبی به 340,000 نفر بود و از اون به بعد به 3 میلیون افزایش پیدا یافت. الگو چیست؟ الگو یک ساختار با برنامه‌ریزی دقیق و همه جانبه به دست می آید. در بعد اقتصادی و اجتماعی معمولاً الگو با ساختار دقیق همراه نیست. برای مثال در الگوی چینی می توانی ویژگی‌های این کشور رو دید. از دیگر الگوهای معروف می توان الگوی آمریکایی، الگوی دولت رفاه اشاره کرد. ویژگی‌های الگوی توسعه اقتصادی شهر دبی: استقبال از جهانی شدن با کمی حمایتگرایی، سیاست فعال و پویای اقتصادی و توسعه. نفت دولتی امارات متحده عربی، ظرفیت تولید نفت خام این کشور 4,085,000 بشکه در طول روز. ظرفیت تولید گاز 11.5 میلیارد فوت مکعب است. در حال حاضر امارات سومین تولید کننده بزرگ عضو اونه. دبی در بخش پتروشیمی نیز رشد قابل توجهی داشته تا جایی که اکنون به عنوان یک صادرکننده محصولات پتروشیمی فعالیت می‌کند. در حال حاضر دبی صادرکننده نفت، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی است و در آن از این بخش سرمایه‌های بزرگی به دست آورد. بخش گردشگری دبی تقریبا برای هیچ کس پوشیده نیست. دبی شهر جاذبه‌های بیشمار، شگفتی‌های بسیار است. حاکمان دبی در زمان تصمیم گرفتن این شهر را برای یکی از قطب‌های گردشگری دنیا تبدیل کنند، شروع به جذب سرمایه کردند. سرمایه‌گذاران بزرگ از جمله شرکت‌های ساخت و سازنده‌های مشهور از سراسر دنیا به سوی دبی روانه شدند و پروژه‌های متعددی رو در این شهر به انجام رساندند. اما این پروژه‌ها اغلب یک تفاوت، یک عمده با پروژه‌های دیگر این شرکت‌ها قرار دادند و آنجای برای مثال بسیاری از مراکزی که در دبی ساخته شدند دارای یک رکورد جدید در گینس‌اند. دبی رکوردهای زیادی رو ثبت کرده و تونسته نگاه‌های بهتری به خودش ثبت کنه. پیشرفت‌های فرهنگی شهر دبی. یکی دیگر از منابع درآمد دبی که به تازگی اقتصاد دبی پیوند خورده
برگزاری رویدادهای مهم جهانی. دبی با میزبانی رویدادهای تفریحی، ورزشی، هیجانی توجه جهانیان را در سالهای اخیر خود جلب کرده. یکی از اقدامات مهم دبی در سال 2013 به عنوان دستیافتن حق بزرگگذاری اکسپو بود. اکسپو یک نمایشگاه جهانی بزرگ است که هر چند سال یک بار به میزبانی یک کشور بزرگ برگزار می شود. هدف از اون نمایش دستاوردهای کشورهای مختلف است. اکسپو در سال 2020 در حالی که در دبی برگزار شد از ترکیه، روسیه و غیره، برزیل و غیره به میزبانی دبی رسید. دبی اولین شهر از خاورمیانه بود که تونست به میزبانی این رویداد عظیم رو به دست بیاره. سخن پایانی: دبی یکی از پیشرفته ترین و مدرن ترین شهرهای جهان است که اقتصاد بسیار قوی داره. وقتی نگاهی به تاریخچه این شهر میندازیم متوجه میشین که این حجم از ساخت و ساز تنها در بازه 25 تا 35 سال اتفاق افتاده. سرعت پیشرفت دبی در این بازار حیرت انگیزه و همین امر موجب شد توجه جهان به این شهر شده، جایی که شرکت‌های غول‌پیکر فعالیت خود را در شهر دبی آغاز کردند و سرمایه‌گذاران بسیاری برای سرمایه‌گذاری به سوی اونا اومدند.